جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه. بی یاد تو هر جا که نشستم توبه. در حضرت تو توبه شکستن 100 بار، زین توبه که 100 بار شکستم توبه. درود و عشق خدمت همه جهان سفره عزیز. به روز اول چله آب آینه خوش اومدید. چله‌ای که میخوایم در کنار هم دیگه پاکسازی انجام بدیم و موانع درونی خودمون رو برداریم. امروز میخوام راجع به ترس با هم صحبت بکنیم. یکی از موانع اصلی که در زندگیمون وجود داره و جلوی پیشرفت و موفقیت ما رو گرفته. توی کسب و کارمون، توی روابطمون نمیتونیم به اون جایگاه اصلی خودمون برسیم. امروز اینجا هستیم که ترس رو به صورت گروهی و با انرژی جمع پاکسازی کنیم. اول بذار ببینیم ترس چیه. ترس یکی از انرژی خوارترین موضوعاتی که در درونمون وجود داره. یعنی هر کسی بخواد انرژیت رو بگیره یا حالت رو بگیره از ابزار ترس استفاده میکنه. ممکنه تو ترس از دست دادن عزیزانت رو داشته باشی یا ترس از آبروت. چقدر ما رو همیشه ترسوندن که مراقب باش آبروت از بین نره، آبروت نریزه. اما باز هم ترسات توی زندگیت مانع ایجاد کرده. خیلی ها ممکنه از آینده فرزندانشون ترس داشته باشن، از اینکه تو این شرایط چگونه میتونن آینده خوبی رو برای فرزندشون رقم بزنن. یا به خاطر بلاهای طبیعی ترسیدیم، سیل، زلزله، خشکسالی، قحطی، نبود خیلی از امکانات، یا بعضی موقعها از جنگ ما رو ترسوندن، از بیپولی، از مشکلات اقتصادی، یا اینکه در آینده قراره کجا برسیم و چه چیزی رو به دست بیاریم یا یه چیزی رو از دست بدیم. ترس ها همیشه جلوی حرکت کردن ما رو گرفته و مانع شده. ترس مثل این میمونه که لاستیک ما پنچر شده باشه و اجازه نمیده که ما ماشین زندگیمون رو به حرکت در بیاریم و به جلو ببریم. پس بیا ترس رو بهتر بشناسیم، چون وقتی اون رو بشناسی راحت تر میتونی پاکسازیش رو انجام بدی. حالا این سوال مهم به وجود میاد که چرا ما واقعا میترسیم؟ یا بهتر اینطوری بپرسم، چرا ما رو میترسونند؟ هدف از این ترس چیه؟ چون وقتی که ما میترسیم یعنی انرژی خاری صورت گرفته. یعنی یک کسی یا یک گروهی یا یک مجموعه‌ای تونسته انرژی ما رو بگیره. چرا انرژی ما رو میگیرن؟ چون همینطور که توی ستونهای پاکسازی باهات صحبت کردم، همه چیز از انرژیه. وقتی تو انرژی نداشته باشی نمیتونی به هدفات برسی، نمیتونی پیشرفت بکنی، نمیتونی حرکت بکنی. مثل سوختیه که داخل ماشین تو هست. اگه بنزین نداشته باشه نمیتونی حرکت بکنی. پس در حقیقت یک جا میمونی و حرکت نمی کنی و اونطوری به راحتی میتونن کنترلت بکنن، به بردگی بکشنت. آدم هایی که انرژی نداشته باشن، ضعیف باشن، کنترلشون رو میدن به یک نفر دیگه ای. یک جوری توی ماتریکس قرار میگیرن. مثلا صبح بیدار میشی خسته و بی‌انگیزه ای، حوصله نداری که کارهات رو انجام بدی. همیشه کارهات رو به تعویق میندازی. شنبه هایی که بیاید و تو یک کاری رو انجام بدی، چون انرژیش رو نداری، نمیتونی حرکت بکنی. وقتی تو سرشار از انرژی باشی کسی نمیتونه بهت زور بگه. اما کسی که انرژی نداشته باشه افسرده است، ناراحته، پر از نگرانیه، پر از استرسه. پس رفیق، اگه که میخوای کنترل زندگی خودت رو در دست خودت داشته باشی، باید امروز ترس رو پاکسازی بکنی. حالا ممکنه این سوال برات پیش اومده باشه که چه کسانی ما رو میترسونن؟
یا چه کسانی میخوان ما رو کنترل بکنن و از ابزار ترس میخوان استفاده بکنن برای اینکه ما رو به بردگی و اسارت بکشن. یک نوعی ماتریکس دیگه، یعنی اون بردگیه یک نوعی ماتریکس که تو رو داخلش قرار میدن که بتونن تو رو برده خودشون بکنن، تو رو در اختیار خودشون داشته باشن. توی دوره کوچ ذهن با شعار اینکه مربی ذهن خودت باش، من مفصل راجبش باهات صحبت کردم که کامل بشناسیشون. اما اینجا میخوام به صورت خلاصه بهت بگم اولین آیتمی که ما رو میترسونه و میخواد کنترل بکنه ما رو خانواده است. جای دوری نرو، پدر و مادر، والدین، اقوام. باید عجیب نباشه چون خود پدر و مادرم توی ذهن خودشون میخوان تربیت بکنن ولی به یک نوعی دارن کنترل میکنن بچه های خودشون رو که اون طوری که اونها زندگی کردن اونها هم زندگی بکنن. فکر میکنن این راه درسته و اونها میخوان به دیگران، حتی به بچه خودشون هم بگن که اونم همون راه رو بره. مثلا میخواد بره توی کوچه با دوستاش بازی کنه، مدام بهش میگن مراقب باش دزد زیاد شده، مراقب باش ماشین هست، مراقب باش فلان دوستت نرو معتاد میشی، چی بخور، کجا برو، چی بپوش، ایدئولوژی چی باشه، چگونه فکر بکن، چی خوبه و چی بده، این کارو بکن میری بهش، این کارو نکن میری جهنم، این کارو بکن تا دختر خوبی باشی، این کارو نکن یا این کارو بکن تا پسر خوبی باشی، چه لباسی بپوش تا بقیه خوششون بیاد یا قضاوت خوبی راجع به تو داشته باشن. تو همیشه یه ترسی داری و اونم ترس از دست دادن محبت و توجه خانواده است. تو هم میپذیری، تو هم این کنترل رو میپذیری چون دوست نداری اونها رو از دست بدی. خانوادم از این ترس تو استفاده میکنه و خودش اصلا این ترس رو بهت میده. در خیلی از خانواده ها میبینیم که به بچه عذاب وجدان میدن یا ترس از دست دادن خانواده رو بهش میگن. مثلا پدر یا مادر میگه الهی من نباشم تا از دست تو راحت بشم، چون بچه به والدینش وابسته و دلبسته است و اینکه دوست نداره اونها رو از دست بده به حرف والدینش گوش میده و والدین اینطوری بچه هاشون رو تحت نظر و کنترل خودشون میگیرن و اجازه نمیدن که راحت عمل بکنن، رفتارهای متفاوت تری داشته باشن، یا اینکه به بچه میگن که دیگه بهت پول نمیدیم یا ماشین تو ازت میگیریم یا اسباب بازی تو ازت میگیریم. اینا یک نوعی تهدید کردنه، چون اینطوری به بچه هاشون ترس میدن، چون میخوان در نهایت کنترلشون بکنن، حرفی که میزنن اونها بپذیرن و نه توش نیارن. دوم آیتمی که میخوام راجبش صحبت بکنم و ما رو باهاش کنترل میکنن سیستم آموزشیه. حالا بازم اوضاع بهتر از قبل شده. زمانهای قدیم تنبیه‌های مختلفی بود و بچه ها رو از تنبیه‌های بدنی میترسوندن یا میگفتن به والدینتون میگیم، یا اینکه تو رو از بیسوادی میترسوندن. مثلا میگفتن تو باید با سواد باشی و تحصیل کرده باشی تو جامعه بهت احترام بذاره، تو باید مدرک داشته باشی. چرا ما رو میترسوندن؟ چرا ما میترسیدیم؟ چون دوست داشتیم تاییدشون رو بگیریم، چون اگه تایید نمیشدیم میترسیدیم، چون باید مدرکمون بالاترین مدرک بود تا همه بهمون بگن آقای دکتر، آقای مهندس. پس ترس از دست دادن، ترس تایید شدن، ترس تایید نشدن توی درون ما وجود داشت. فرض کن یه جا ممکنه حرف استادت رو قبول نداشته باشی، حرف معلمت رو قبول نداشته باشی، اما چون میترسیدی آخر ترم بهت نمره نده، سکوت میکردی و نظرت رو اصلا نمیگفتی. یعنی نظر دادن محدود، آزادی محدود، برای اینکه یک ترس وجود داشت، ترس این که تو نتونی به اون مدرک برسی،
به اون چیزی که جامعه تو رو تایید میکنه بخوای برسی نزدیک بشی و اون رو به دستش بیاری. بیشتر به ترس هایی که بهت داده شده فکر بکن. ترس های زیادی همیشه همراه ما هست. ترس از این که دختر خوبی نباشیم، پسر خوبی نباشیم، مردم تاییدمون نکنن، خانوادهمون تاییدمون نکنن، خانواده منو بهترین ندونن و نبینند. این قبیل ترس ها همیشه درون ما وجود داره و داشته و ما دوست داریم از این ترس ها خارج بشیم و خود واقعیمون رو پیدا بکنیم، اما با این ترس ها از خود واقعیمون دور میشیم. تمام این ترس ها نقاب هایی شده بر صورت ما که اجازه نمیده که خود واقعیمون رو به دیگران نشون بدیم. اگه بخوای اون نقاب ها رو که سالیان سال رو صورت ما گذاشتن رو برداری، باید اون ترس هایی که باعث شده تو اون نقاب ها رو برای خودت بسازی رو شناسایی بکنی و برش داری. سومین آیتمی که میخوام راجبش صحبت بکنم که ما رو کنترل میکنه و به همون ترس میده، رسانه است. رسانه میتونه رادیو باشه، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، حتی بیلبوردهای تبلیغاتی که توی سطح شهر شما زیاد میبینید. مثلا روی یک بیلبوردی نوشته شده اگه بیمه نکنی بدبخت میشی، خونت آتیش میگیره. یا مثلا یه جای دیگه مینویسه باید از الان به فکر روز مبادا باشی، برای وقت پیریت از الان فکر بکنی. دارن با ترس تو رو به سمتی میبرن که دلشون میخواد، که تو بترسی و رفتاری رو انجام بدی به صورت ناخودآگاهی که اونها میخوان تو انجام بدی. خود روز مبادا یک ترس بزرگه که همیشه تو رو ترسوندن از یک روزی که قراره تو بدبخت بشی، قراره ما بیمار بشیم، قراره ما پول نداشته باشیم. این روز مبادا همیشه در ذهن ناخودآگاه ما برای ما ترس ایجاد کرده و مانع ما شده. بقیه رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم همینطور که توی گوشیت میبینی پیام هایی که داره ارسال میشه. دقت کن چه چیز رو داری میبینی، چه چیز رو داری گوش میدی، چه چیزهایی رو داری احساس میکنی. آیا اینا واقعی‌اند یا نه؟ یا فقط یک ترسه که میخوان به تو بدن که تو بترسی که بتونن کنترلت بکنن. این احساسات تو ابزار کنترلی توئه که توانت رو که میتونی با اون بهترین ها رو برای خودت خلق کنی از دست بدی و انتخاب تو از روی ترس چیزهایی باشه که اونها میخواهند. چهارمین آیتمی که میخواد به ما ترس بده تا بتونه ما رو کنترل بکنه جامعه است. دقت کن ببین توی جهان چه اتفاقاتی داره میفته. چقدر حکومت ها میتونن مردم رو به اسارت بگیرند. این اسارت میتونه فقط با یک فکر باشه، با یک ترس باشه، با یک کمبود باشه، با یک بیماری باشه. تو وقتی به فکر بیماری باشی و یک ناراحتی رو وارد جامعه بکنن، تو دیگه به فکر چیز دیگه ای نیستی، چون ترس وارد بدنت شده و نمیتونی حرکت بکنی. حرکت کردن از تو گرفته شده. یا که ترس از نبود کالایی، ترس از نبود امنیت برای تو ایجاد بشه، تو میترسی و توی حالت بقا قرار میگیری و دیگه کنترلی روی زندگی خودت نداری و این ترس ابزار کنترلی جامعه ها و حکومت ها برای مردمشونه. کارهایی رو انجام میدن که اونها بترسن و ترس توی جامعه بیشتر و بیشتر بشه. اونها فلج میشن. انسانی که انرژی نداشته باشه و فلج شده باشه خودش رو در اختیار صاحبان قدرت قرار میده. صاحبان قدرتی که ماتریکس ها رو میسازن و انسان ها رو در دایره خودشون اسیر میکنن. پایه های ماتریکس افراد ظالم و حکومت هایی که میخواهند انسان ها رو به بردگی بکشند ترسه.
اگه این پایه متزلزل بشه، تمام ساختارهای ماتریکسی از بین میره. باور کن به همین راحتیه. و این رو میخوام درک بکنی و در ادامه امروز با هم صحبت میکنیم که چگونه باید این ترس رو برش داریم تا بتونیم زمین نو، زمین جدید که لایقش هستیم و میخواهیم داشته باشیم رو برای خودمون خلق و ایجاد بکنیم و چیزی رو بسازیم که میخواهیم و این انرژی خودمون رو در اختیار خودمون داشته باشیم. غیر از مواردی که راجع به ترس صحبت کردیم تا حالا، میخوام راجع به عواقب و عوارض دیگه ترس باهات صحبت بکنم. بدون که ایجاد ترس در بدن تو میتونه ایجاد بیماری بکنه. بیماری های مختلف رو در بدن تو بیشتر و بیشتر میکنه. سیستم ایمنی بدنت رو کاهش میده، چون کورتیزول توی بدنت افزایش پیدا میکنه. و هر بیماری که وارد بدنت میشه، سیستم ایمنی قوی نداری که بتونه جلوش رو بگیره و از تو محافظت بکنه و هر روز بیمار و بیمارتر میشی. چیزی که باعث شد که ویروس کرونا بیشتر گسترش پیدا بکنه ترس بود، چون ناشناخته بود و انسان‌ها ترسیده بودن، چون نمیتونستن تشخیص بدن و بفهمن آینده قراره چه اتفاقی بیفته و ترس فراگیر شده بود. همه ما اون رو احساس کردیم و درک کردیم و خیلی ها توی اون بیماری از ترس فوت کردن و کسانی که کمتر ترسیدن نجات پیدا کردن و شجاعت داشتن و ترس رو توی بدن خودشون راه ندادن، چون سیستم ایمنی بدن خودشون رو قوی و قوی تر کرده بودن. اکثر کسایی که رو تخت بیمارستان خوابیدن یک ترسی در درونشون وجود داره و در صورتی که بتونن در اون ترس فائق بشن، میتونن 60-70% سلامتی خودشون رو افزایش بدن و گارانتی بکنن. پس امروز با پاکسازی که داری انجام میدی، بدن خودت رو و سلامتی خودت هم داری گارانتی میکنی. الان میخوام یک آگاهی و یک راز رو براتون فاش بکنم که باعث شده که خیلی از مافیاهای قدرت ازش سودهای میلیاردی بکنن و از ترس و ناآگاهی مردم برای تجارت خودشون سوء استفاده بکنن و برات باز بکنن و فاشش بکنم. به دقت گوش بده. از نظر علوم ذهنی این فاجعه است و میتونه روی یک نسل، روی یک جهان تأثیر بذاره و بدون این که بدونند جیبهای افراد دیگه ای رو پر بکنن به خاطر فقط یک ترس. روی پاکت سیگارها دیدی که نوشته smoking kill، یعنی کشیدن سیگار تو رو میکشه، قاتل سیگار. آیا این جمله درسته یا اشتباه؟ جمله درستیه. سیگار مضره برای بدن و ریه ما، ولی وقتی این پیام رو می نویسه توی ناخودآگاه تو داره میره که این داره تو رو میکشه و قاتل توه و اثر مضر بودن سیگار برای تو صدها برابر میکنه و تو رو به سمت بیماری میبره. من نمیخوام تایید بکنم که سیگار بکشین، دارم یک مثال میزنم که درک بکنی که وقتی این پیام ها داره بیشتر میشه و ناخودآگاهت بپذیره که وقتی تو سیگار میکشی داری میمیری و اون قاتل توه، اثرات مضر بودن سیگار برای تو صدها برابر شده. وقتی یه نفری سیگاریه و سیگار میکشه و با لذت میکشه، مضر بودن سیگارش رو داره، نمیشه اون رو نفی کرد، هست. ولی وقتی این پیام رو سیگارش هست و ناخودآگاهش داره اون رو میبینه،
کار تمومه. حالا چه کسی این پیام ها رو داره میده؟ آیا دلسوز ماست یا دلسوز ما نیست؟ آیا دوست داره ما مریض بشیم یا دوست نداره ما مریض بشیم؟ دوست نداره ما سیگار بکشیم یا دوست داره که ما سیگاری بکشیم که مریضیمون بدتر و بدتر بشه و یک ترسی در درونمون ایجاد بشه؟ اون ترسه انسانها رو زمینگیر میکنه و مشکلاتشون رو بیشتر میکنه. پس خواهش همینه که اگه سیگاری هستی و داری سیگار میکشی، اون رو ترکش بکن چون مضره برات. ولی اگه کشیدی با لذت بکش. به این پیام ها توجه نکن. ترس رو توی بدنت نیار که اون نابود کننده تره تو خود سیگاری که داری میکشی. حالا این مثال رو توی تمام زندگیتون ببرید و سعی بکنید ترس هایی که میبینید، توی تبلیغات میبینید، توی بیلبوردها میبینید، توی مجلات میبینید، حساس باشید که کجاها دارن به تو ترس میدن و هدفشون چیه. این رو دارم مثال میزنم بهت که هوشیارتر بشی، آگاهتر بشی. اکثر کسایی که تولید کننده داروهای خاص هستن، سرطان هستن، اونها بیشترین بودجه تبلیغاتی رو برای اینکه شما چه کار بکنیم به سرطان مبتلا نشوید رو خرج میکنن. روی سیگارها تبلیغ میکنن. بیشترین هشدارهای پزشکی رو دارن به همون میدن. چرا واقعا؟ کمی بهش فکر بکنید. اونا به فکر این هستن که شما بیمار نشی، اونا داروهاشون رو نفروشن، یا اینکه اونها فهمیدن علوم ذهنی رو و میدانند اگر شما با ترس کاری رو انجام بدین، همون ترس وارد زندگیتون میشه و فلجتون میکنه و بیمارتون میکنه و مبتلاتون میکنه به همون بیماری. رفقا، خودتون رو نجات بدید. از این به بعد پیام‌های بهداشتی رو گوش بدید، ترسش رو ازش حذف بکنید. اگه درسته انجامش بدید، اگه فقط داره ترس میده، اون رو از درون خودتون بریزین بیرون و توجه بهش نکنید. مطمئن باشید هدفی پشت اون ترسه و اون اسارت است و اون بردگی است که تو رو به سمت یک بیزینسی ببره، پولت رو بگیره به وسیله ترس، سلامتیت رو بگیره. من راجع به ترس میتونم ساعتها باهات صحبت بکنم که چه عوارضی برات داره. بذار یکی دیگه‌ش هم برات بگم. فرض کن یک درختی که ریشه نداشته باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ با اولین باد میفته، چون ریشه نداره، استقامت نداره. ترس ریشه ما رو میسوزونه و ما نمیتونیم دیگه استقامت داشته باشیم. از بین میریم. نمیتونیم دیگه در مقابل مشکلات قد علم بکنیم و بر اونها پیروز بشیم. یک انسان وقتی که میترسه یعنی ریشه نداره، یعنی قدرت نداره. ریشه یکی از مراکز انرژی اصلی ماست که اگه نداشته باشی انگار که اون ریشه در درونت نیست و نمیتونی به اون چیزی که میخوای توی زندگیت نزدیک بشی. یعنی یک درختی که ریشه نداشته باشه پژمرده میشه، قدرتش رو از دست میده، ماندگار نیست. پس بیا ترس ها رو توی زندگی خودت حذف بکن که درخت زندگیت سبزتر بشه، ماندگارتر بشه، زیباتر بشه و رشد بکنه و هم خودت از زیبایی هاش استفاده بکنی، هم دیگران بتونن در سایه درخت زندگی تو لذت ببرن. رفیق، وقتی که ریشه تو قوی تر باشه میتونی ثروت و فراوانی توی زندگی خودت بیاری. فراوانی بهتر درک میکنی، ثروت بیشتر توی زندگی تو میاد. کسایی که ترس داشته باشن عزت نفسشون هم از دست میدن و هیچ وقت نمیتونن به اون خودباوریه برسن و خودشون رو پیدا بکنن و به اون جایگاه اصلی خودشون برسن، چون انرژی ندارن و این انرژی در اختیار فرد و گروه دیگه ایه.
رفقا، به یاری پروردگار تو این چله، تو این 40 روز، هر روز یکی از این زنجیرهایی که به گردن ما آویخته شده رو باز میکنیم و خودمون رو از زنجیر و بردگی رها میکنیم و برمیگردیم به هویت اصلی خودمون. این خیلی مهمه که تو خودت واقعا داری حرکت میکنی و استقلال و آزادی توی تصمیم گیریت داری، یا اینکه حقیقت چیز دیگه ایه. وقتی کسی اسیر باشه و در زندان قرار گرفته باشه، سقف ذهنیش فقط دیواره ها و سقف اون زندانه. وقتی نوزادی داخل رحم مادرش باشه، شکم مادر رو سقف آرزوهاش میبینه و فکر میکنه که تمام دنیا شکم مادرشه و همونجا اون رو میبینه و فکر نمیکنه که وقتی که از شکم مادرش خارج میشه یک دنیای بسیار بزرگتری وجود داره که میتونه توش لذتهای بیشتری رو درک و لمس بکنه. حالا ممکنه برای سوال پیش اومده باشه که آیا همه ترس ها بدن؟ همه رو از بین ببرم؟ نه، یه سری از ترس ها خوبه و لازمه. اونا رو نباید از دستشون بدی، چون بعضی از ترس ها حاصل هزاران سال تجربه است. خیلی جاها ما قحطی رو تجربه کردیم، خیلی جاها تجربیات مختلفی توی زندگیمون داشتیم که خیلیاش میتونه به ما کمک بکنه. حمله حیوانات رو تجربه کردیم. اینها عواملی هست که برای ما بقا رو تضمین میکنه روی این کره خاکی. ترس از ارتفاع حاصل یک تجربه قدیمیه. وقتی که ما کنار یک دره قرار میگیریم میترسیم، از اون فاصله میگیریم. چرا؟ چون سیستم بقا در بدن ما داره ترس ایجاد میکنه که ما مراقب باشیم، پرت نشیم از پرتگاه و آسیب نبینیم، چون این ترس و این حس ترس میخواد از ما محافظت کنه. مثلا شهرهای کویری آب انبار داشتن، یعنی آب رو ذخیره سازی انجام میدادن، چون در سالیان گذشته کمبود آب رو تجربه کردن و خیلی از دوستانشون رو از دست دادن و این ترس در درونشون هست که مراقب باش، آب کم نیاری، چون از بین میری و بقات متزلزل میشه. ولی توی شهرهایی که وفور نعمت آب دارن و بارندگی زیاده، اونا هیچ وقت به فکر جمع آوری و انبار آب نیستن، چون همیشه در دسترسشون بوده و هیچ ترسی ندارن. حالا رسیدیم به قسمت آینه. هر روز ما یک قسمتی داریم به اسم آینه که من ازت میخوام که یک آینه جلو خودت قرار بدی و از خودت سوال بپرسی و جواب بدی که چقدر تو به دیگران حس ترس دادی؟ چقدر به فرزندت، همسرت، والدینت، دوستت، اطرافیانت ترس دادی و اونها رو ترسوندی تا خیلی جا کنترلشون بکنی و حرف خودت رو به کرسی بشونی. خواهشاً با خودت صادق باش. تا به حال زیر دستان خودت، اطرافیانت و دیگران رو تهدید نکردی؟ نگفتی اگه فلان کارو نکنی ناراحت میشم ازت، یا میام چی کارت میکنم؟ یه جایی تهدیدشون کردی، یا آبروت رو میبرم، یا دیگه دوستت ندارم و الی آخر، برای اینکه بتونی به هدفت برسی. پس خواهش میکنم جلوی آینه صادق باش و اون رو در درون خودت پیدا بکن. شاید یه جایی از این چله خیلی برات سنگین باشه، چون داری با خودت روبرو میشی و خودت رو میشناسی. یک مسیر بزرگ، جدی بگیر. پس برگرد به درون خودت، چون میخوایم دنیای زیباتری
و دنیای نوعی رو با هم بسازیم. پس از خودت بپرس چقدر من واقعا به دنیا ترس دادم؟ لیستش رو بنویس و پاکش بکن. حالا ممکنه این سوال برای تو به وجود اومده باشه که خب من میدونم ترس هام رو و در درونم ریشه کرده و ریشش بعضی جا خیلی عمیقه. خیلی از اساتیدم راجبش صحبت کردن، خیلی از کتابام گفتن ترس به ما داره خیانت میکنه و مانع پیشرفت ماست و وقتی از ترس عبور بکنیم میتونیم به موفقیت و حال خوب برسیم. حالا چگونه من میتونم اون رو برش دارم؟ راهکار چیه؟ راهکار پاکسازیه. برای همین من همیشه میگم پاکسازی معجزه قرن ماست که تو بتونی اون رو برش داری. قبل از اینکه وارد پاکسازی بشیم میخوام چند تا حقیقت رو بهت بگم. بدون که ترس اولا یک توهمه، این رو باور بکن. از خودت بپرس تا به حال چقدر از ترس ها توی زندگیت واقعی بوده. خیلی از ترس های ما اصلا به وجود نمیاد و اصلا تو زندگی تو نمیاد، ولی فقط یک توهمی برای تو میسازه که مانع حرکت تو بشه. اون رو باید برش داری و یک فرمول جادویی رو میخوام بهت بگم که من بهش ایمان دارم و اون فرمول جادویی اینه: تو به میزانی میترسی که خدا توی زندگیت نباشه. یعنی هر چقدر که خدا بیشتر توی زندگیت باشه کمتر میترسیم. این رو باور بکن و میتونی اون رو احساس بکنی. حضرت مولانا میفرماید چو خدا بود پناهت، چه خطر بود ز راحت. به فلک رسد کلاهت، که سر همه سرانی. چه نکو طریق باشد، که خدا رفیق باشد. سفر درشت گردد، چو بهشت جاودانی. اگه میخوای ترست کم بشه بهترین راهکار رو برو سمتش و اون اینه که خدا رو بیشتر توی زندگیت بیار، چون اون منبع انرژیه، منبع قدرته و اگه اون در درون تو ظهور بکنه تو دیگه چیزی نیست که بخوای ازش بترسی. قدرت جهان، خالق جهان پشتته و تو میتونی بهترین ها رو توی زندگیت بیاری و سر تمام سران بشی. پس خواهشم از تو اینه که این چله رو جدی بگیری و نقطه عطف زندگیت قرار بدی. هر روز ما داریم یک مانع و یک حجاب رو برمی داریم که خداوند وارد زندگیمون بشه، که اون موقع هیچ ترسی نیست، هیچ ترسی هویت نداره و خداوند با وجودش همه ترس‌های ما رو نابود میکنه. قبل اینکه وارد مراقبه و پاکسازی بشیم خواهش میکنم یک تیکه کاغذ بردار و ترس‌هایی که سالیان سال در درونت داشتی و داری و داری حملش میکنی رو بنویس. ترسایی که از خانواده، اجتماع، دوستانت گرفتی رو بنویس. از قلبت بپرس و اجازه بده این ترس‌ها از درونت خارج بشه. بعد که نوشتی آماده بشو برای مراقبه پاکسازی که تمام ترس‌ها رو در کنار هم دیگه با یک انرژی جمعی پاکش بکنی. توی محیط آرام قرار بگیر. دستت رو روی قلبت بذار، چشمات رو ببند.
و به تنفس خودت آگاه باش. و این جملاتی که من میگم رو همراه من تکرار کن. پروردگارا، لطفاً مرا ببخش که ترس و ناراحتی را وارد زندگی خودم کردم. پروردگارا، اگر من، خانواده و نیاکانم در هر زمان و مکانی از ابتدای خلقت تا کنون به کسی احساس ترس و نگرانی داده ایم را پاک بفرما و لطفاً ما را ببخش که آگاه نبوده ایم. پروردگارا، لطفاً ما را ببخش اگر از کسی ترسیدیم و به آن جلوه بزرگی و عظمت دادیم. لطفاً ما را ببخش. پروردگارا، متاسفم که با وجود عظمت و قدرت تو باز نگران فردای خود بودیم و از کسانی که مخلوق تو بودند ترسیدیم. پروردگارا، لطفاً ما را ببخش که عظمت و بزرگی تو را در درون خودمان ندیدیم و درک نکردیم. پروردگارا، لطفاً ما را ببخش که با وجود تو ما احساس نگرانی و ترس به درون خودمان راه دادیم و عظمت تو را کم می انگاشتیم و نمی دیدیم. پروردگارا، شکر که وجود تو را هر لحظه در کنارم احساس می کنم و می دانم تو همیشه همراه و پشتیبان من هستی. پروردگارا، شکر که من را آگاه کردی که می دانم با وجود تو هیچ ترسی وجود ندارد و همه اتفاقات طبق اراده و فرمان تو ایجاد می شود. پروردگارا، شکر که تمام ترس ها در هر زمان و در هر بدن من پاکسازی شد و من از زنجیر بردگی ترس هایم رها شدم. پروردگارا، شکر که ترس ها در درونم پاک شد و رها شدم و می توانم اقتدار و زیبایی تو را در درونم احساس کنم. پروردگارا، عاشقتم که عشق تو پاک کننده تمام آلودگی ها و زنجیرهای درونی من است. عاشقتم که همیشه به من عشق دادی و من را با نیروی عشق و زیبایی خودت بیدار و آگاه نمودی.
در مدار نور و عشق پروردگار پاینده باشید. دوستدارتون امیر شرکت.